سلام دوستان قند، با یک خبرشوی دیگر از فانوس خوش آمدید. بعد طلب استعفای رئیس کمیته دولتی امنیت ملی و وزارت کارهای داخلی قرقیزستان آغاز شدن درگیری ها در مرز آن کشور با تاجیکستان را بسیاری ها یک تصادف نمی‌دانند. وقتی فعالان جامعه شهروندی قرقیز با برگزاری گردی همایی ها و جمع‌آوری امضا با طلب از وظیفه سبکدوش کردن قمچیبک تاشیف و اولانبک نیازبکوف عنوانی پرزیدنت صادر جباروف نامه نوشتند، صاحب نظران قرقیز حدس زدند که یگانه چیزی که تاشیف را میتواند نجات بدهد درگیری های مرزی می باشد. آنها می گفتند این درگیری ها عمری در قدرت ماندن رهبران کمیته دولتی امنیت ملی و وزارت کارهای داخلی را شاید به چند مدت دیگر دراز کند. این یک فرموله معمولی و در طول سالها سنجیده شده نظام ها است که مردم به شور آمده خود را زیر چتر خطر بیرونه متحد می سازند. چرا یک چنین درگیری به نفع تاشیف بود؟ 21 ینور یوتیوب کانال تمیروف لایف در یک تحقیقات ژورنالیستی آشکار کرد که چطور بزرگترین کارخانه های کارکرد نفت به دست نزدیکان تاشیف افتادند و بر اثر فعالیت آنها دولت قرقیزستان چقدر درآمد خود را از دست داده است. بعد 2 روز نشر این تحقیقات بولات تمیروف بنیادگذار صحیفه تمیروف لایف بازداشت شد و گویا از جیبش مواد مخدر پیدا کردند. بعد این نوار محرمانه یک کارمند دیگر تمیروف لایف که گفته می شود با دوربین پنهانی و در منزل شخصی خود او ثبت شده است رسانه‌ای شد. این دو حالت سبب شد که فعالان جامعه گردی همایی تشکیل کنند و عنوانی پرزیدنت صادر جباروف با طلب از وظیفه سبکدوش کردن تاشیف و نیازبکوف مراجعت کنند. در این مراجعت نامه از جمله گفته می شد که قمچیبک تاشیف و اولانبک نیازبکوف دوستان شما هستند و به عملی شما همچون شریک بودن در کارهای غلیظ آنها معنی داد می شود. در حالی که گردی همایی ها ادامه داشت و مردم به جمع‌آوری امضا برای از وظیفه برکنار کردن این دو نفر مشغول بودند، 27 ینور در مرز درگیری سر زد. با تصادفی بودن این حالت پس از اظهارات تاشیف در مرز بیشتر شبهه پیدا می شود. در صحبت با رسانه‌های قرقیزی او مثل که خود را غالب مناقشه مرزی تصور می کرد گفت ما امیدواریم که بعد مناقشه دیروزه آنها توافقات امروز به دست آمده را رعایت و اجرا خواهند کرد. بعد مناقشه دیروزه آنها سبق گرفتند و به این دلیل مجبورند که توافقات حاصل شده را رعایت کنند. این در حالی است که کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان میگوید درگیری را جانب قرقیزستان آغاز کرده است. در اظهارات این نهاد گفته میشد از جانب جمهوری قرقیزستان به سمت جمهوری تاجیکستان به سوی ساکنان محلی واسطه‌های نقلیات و انشاءات گوناگون انفراساختاری تیرباران شدید ادامه دارد. دیدبانگاه نزدی سرحدی از مینامیات‌ها تیرباران کرده میشوند. علاوه بر این کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفت پرواز هواپیماهای بی سرنشین در حدود روستاهای سوخت که حریم هوایی در مرز را ویران کردند ثبت شده است. در پی درگیری ها 2 شهروند تاجیکستان کشته شد و 10 نفر دیگر زخم برداشت. آبیجان تویچیوف ساکن جماعت خواجه علای اصفره بر اثر ترکش تیر مینامیات مرزبانان قرقیزی در منزلش و عبداللطیف شریپوف راننده یاری تعجیلی بیمارخانه مرکزی شهر اصفره هنگام نجات غیر نظامیان دهه خواجه علا از ضربه گلوله جان باختند. جانب قرقیزستان از زخمی شدن 13 شهروند آن کشور گزارش داده است. همان شب 27 ینور مقامات 2 کشور از اعلان آتش بس کامل در مرز خبر دادند. گفته شد هر دو جانب نیرو و تکنیک اضافی را از مرز بیرون میبرند، شاهراه بادکن اصفهان را پورا میکشایند و در مرز پاسبانی مشترک تشکیل میکنند. رئیس ولایت سوخت برای همدردی به منزل قربانیان و عیادت زخمیان رفته به ساکنان دهه خواجه علا دیدار کرده است. او به ساکنان ضرر دیده وعده سپرده است که منزل‌های ضرر دیده را در زودترین فرصت برقرار می‌کنند. حالا وضع در مرز معتدل ارزیابی می‌شود. 29 ینور رهبران کمیته‌های دولتی امنیت ملی 2 کشور سیمؤمن یتیموف و قمچیبک تاشیف با هم ملاقات کردند. یک روز قبل از این مذاکرات به نتیجه عنوان شده بود. حالا روشن نیست که جانب‌ها در این ملاقات به چه توافق رسیدند. جزئیات آن نشر نشده است. وضعیت در مرز حالا آرام گفته می‌شود. اینکه این آرامی چقدر عمر خواهد داشت پاسخ دقیق ندارد.
کسی هم نمیتواند کفالت بدهد که آینده نزدیک روی منزل کدام یک ساکن آسایشته گلوله پرتاب نمی شود و کدام یک راننده یاری تعجیلی که به یاری زخمی ها رفته است زخمی و کشته نمی گردد. با امید امن و امانی و روزگار بدون ترس از حمله های مسلحانه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خیر.